درود بر شما. کلاهبرداری جدید با چک‌های صیادی. در ادامه با ما همراه باشید. اگر بعد از دیدن این ریلز چک‌های شما با عدم وصول مواجه شد و یا ورشکست شدید، مقصر خودتان هستید. قبل از دریافت چک صیادی از اشخاص، ابتداءً کد ستاره 1 را به پیش شماره 4040 701 701 ارسال نمایید. پیامکی دریافت می‌کنید. استعلامات موجود در متن پیامک را انجام دهید و مشاهده کنید که صادر کننده چک اعتبار دارد، چه مقدار چک خرج شده در بازار دارد، آیا چک برگشتی دارد. بعد از انجام استعلامات فوق، چک را حتما ثبت شده تحویل بگیرید. اگر چک ثبت نشده ای دارید و جهت وصول آن با مشکل مواجه شده اید، کپشن را به دقت بخوانید و برای دریافت دادخواست مورد نیاز کلمه صیاد را کامنت نمایید تا دادخواست به صورت اتومات برای شما ارسال شود. توجه داشته باشید، حتما باید پیج را فالو داشته باشید. مهرتان ماندگار، با ما همراه باشید.